سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوش و خوب و سر حال باشین. در ویدیو امروز من مترونومی که خودم استفاده میکنم برای شما میخوایم که این را توضیح بدم. ریتم یک رکن بسیار اساسی است در موسیقی و اگر ما در شروع کار وقتی که کس در موسیقی تمرین ریاضت میکنه بدون ریتم تمرین کنه بسیار مشکل است پس آنها که امو حس ریتم دایش پیدا شه و ریتم بخوانه یا به ریتم بنوازه. از او خاطر من فکر میکنم که مهمترین چیز و اساسی ترین چیز تمرین امی مترونوم و با ضرب، هر ضربی که باشه مثلا با مترونوم کاسانترینش است با می باید ما تمرین بکنیم. تایپ میکنیم پرو مترونوم. مترونوم ها اینجا زیاد میه اما ما فقط اینه میری عکس که میبینیم اینه می عکس باید انتخاب کنیم و وقتی که پیش ما میایه که چون ما وقتی رو لود کردیم پیش ما میایه که میتونی راستان دیرکت استفادهش کنیم اما پیش شما اول لودش میکنیم باز بعد از او امتری یک صفحه براتون میایه بعد از او ایره باز میکنیم. اپلیکیشن وقتی که باز میشه این طور یک چیز رو در روی پرده تلفنش خودتان میبینیم. حالا ما یک کم تشریح میدیم امی چیزایی که در اینجا هست در روی صفحه میبینین. این ما میخوایم که یک کم تشریح بدم. خب اینی رسمه که شما میبینین اینجا از کوارتر زمان است. یعنی چی؟ یعنی که یک چیزی که به 4 تا تقسیم شده یک قسمتش این تو یک علامت موسیقی داره زمان نشان میده ولی این فعلا برای شما مهم نیست. مهمی است که این بفهمیم که این می علامه باشه و 24 که هست معنای از این داره که ضربی که ما انتخاب کردیم امی ریتمی که ما انتخاب کردیم این ریتم 24 تا ضرب داره در مدت زمان 1 دقیقه، یعنی تمپوش 24 است. خب ما ایره میتونیم تمپوش زیاد کنیم کم کنیم، این بدل خود ما است که ما از کجا شروع میکنیم. اکثرا شما اگه خواستین از ضرب 60 شروع کنین تمپو آهسته است، یعنی در ظرف هر ثانیه 1 تا ضرب است، یعنی در 1 دقیقه 60 تا ضرب داریم ما. و این 3-4 چی مانا داری؟ 3 به مانای ازی است که امی ریتمی که ما انتخاب کردیم این 3 تا ماتره داره. شما ببینید 3 تا ماتره و این اگر پلیش کنیم چه قسم است؟ 1 2 3 باز 1 2 3 1 2 3 همونطور ادامه داره، یعنی ریتم ما 1 2 3 باز 1 2 3 1 2 3 1 2 3 همین رقم ادامه داره. و این بلوکا که است، بلوکاش قسمی است که شما ایره میتونین خودتان کم کنین زیاد کنین. این برازی است که ما بسیاری جایا برای خود اکسنت بدیم. در جایی که زیادتر همین رنگ پوره است اموج اکسنت میایه، یعنی ما برای تمرین ریتم برای ما کمک میکنه که بفهمیم که کدام سم است یا امو ضرب اول ریتم است که این بسیار زیاد مهم است. خب بازی شما خودتان در انواع و اقسام مختلف ریتما خودتان استال کنین، تعیین بکنین خودتان که ضربه اکسنت ضربه در کجا میگذارین و اکثر نید اول که میشه است و بعضی قسمت ها هست که همچنان در مابین ریتم یا رقم ریتمی که شما خودتان تمرین کنید، به خاطر از اینکه گوشتان و مغزتان ریتم بشناسه، ریتما را بشناسه، از خاطر ریتمای مختلف و با اکسنت های مختلف میتونین که تمرین کنین. خب در اینجا که از چند تا ریتماست که اینجا وقت تعیین شده و جور شده، شما هر کدام شکل کنین میتونین اینجا مثلا بشنین 1 2 3 4 1 2 3 4
یک سم. شما صدای از این میبینین که صدای سم یا امی ضرب اول همیشه یک اکسنت داره، یک رقم صدای زیادتر در گوشتان میاد، یعنی زیادتر مثل از که ما کمتر بزنن و یا یک چیز دیگه درش اضافه کنن که یک کمک فرق داشته باشه و این فهمیدنش و درک کردنش بسیار زیاد مهم است. خب در این قسمت یکی خب اینجا شما میتونستین که تمپو رو زیاد کم کنین و یکی در اینجا که شما وقتی که هر دفعه که اینجا فشار میتین یک ریتم علایده اینجا نامش هم نشوشه بشه و ریتم هم میبینین که اینجا تغییر میکنه، ریتم ها نامای مختلف میه و شما میتونین که همچنان تمپوی از اینجا باز تغییر بدیم. اما این وقت استفاده میتونین بکنین که ریتم ها را تقریبا کلشان بشناسین که با شما بفهمیم که کدام ریتم کار داریم. برای فعلا این امی رقم ای بهترین طریق استفاده است که آدم از این قسمت کار بگیره. خب اگر ما حال در اینجا بریم، این همچنان امی این چیز است. این معنا داره که 4 تا ما یک بار ما یا ریتم ما 4 تا ماتره داره و زمانش هم اینمی 1/4 مثل یک نوت مکمل است و اینجا ما میتونیم تعداد از زمان ها را اینجا زمان میتونیم تغییر بدیم. میبینین شما که 4 در جایش هست اما این تغییر میکنه، میبینین در اینجا که شما تغییر میکنین، ولی ما فعلا با می کار داریم برازه میبینین. اما پس آنها باز اینجا میتونین که تعداد امی زمان مقدار زمان تغییر بدین و در این قسمت میتونین که ماتره ها رش تغییر بدین، یعنی ماتره های ضربایی که ماتره های زیاد داشته باشه میخواین که تمرین دهش کنین و کم باشه و اینا باشه. خب این قسمت setting یا تنظیمات اپلیکیشن در این قسمت در تون وقتی که شما در هر کدام از این وقتی بالا و پایین میین صدای مختلف است. مثلا اینجا ما اگر پلی کنیم و دوباره اینجا بریم که در این صدا تغییر میکنه. یعنی اگر هر کدام صدایی که بر شما خوشایند است و میتونین خوبتر درش تمرین کنین و یا به گوش شما خوشتر میخوره، اون امور انتخاب کنین برای تمرین که تا براتون خسته کن نباشه. و در ویژوال بلوک اینا که آن کنیم اینجا ما میبینیم چند تا آپشن های دیگر میبینیم و در همیشه نرمال خود ما امی پندولیم استفاده میکنیم. امی پیک اینجا هست و ای چی مانا داره؟ ای ارتباط داره بین امی بلوکا، بین بلوکا ارتباط داره. خب حال مشکل اگه ما آن کنیم یک ریتمه که من نشان میدم بر شما. خب حالا اگری در پندولیم باشه اینی رقم نشان میده: 1 2 1 2 1 2. ولی اگر دایی باشه، دایی پنت نقطه سیومش باشه، دایی ببینین که یک سرخ هم اضافه میشه که نشان میده که یعنی سم کدام است که به حساب به ویژوال، یعنی که برای در چشم میبینین شما که سم کجاست. اگر بسیاری کسا هستن که مشکل دارن در گوش، مشکل دارن در شروع نمیفهمن، از او خاطر این رنگ سرخ بر از این میده که زیادتر واضح شود که سم کدام است، شروع ریتم در کجاست. و این هم یک کمی از فرق داره و همچنان این دیگیش
رنگ سبز میاد و رنگ سرخ میاد، بلوکا فرق میکنه. این شما خودتان بپالین که کدامش برای شما اوکی است، دمو تمرین کنین. خب اگر که آل ما در قسمت پایین ترش میریم، اینجا ایره امی تمپو کالکولیشن دمی بیت پرمننت بانین دینی میجه درست است، تغییر ندین. و اینجا چه قسم ما ریتم ترین میکنیم. ریتم ترینر اینجا اگری آپشن ما آن کنیم، اینجا ما ای بسیار جالب است برای کسی که زودتر میخواد که امو اس ریتم در بدنش رشد کنه. این رقم تمرین بسیار زیاد مهم است و باید روزانه حداقل نیم ساعت از این رقم تمرین باید آدم انجام بده. خب اینجا در اولش نوشته است پلی و اینجاش نوشته است بار. چی از بار؟ اینمی یک دفعه که از اینجا این 3 تا مد از اینجا که میره 1 2 3 اینمی یک بار است و اینجا ما انتخاب میکنیم خود ما مثلا انتخاب کردیم که 4 دانه بار خودش بره 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. باز بعد از او استاپ میکنم، باز نوبت من میرسه، باز من میگم اون چیزه 1 2 3 4 دفعه ما تکرار میکنیم 1 2 3 1 2 3 1 2 3. یعنی مقصد این است که 4 دفعه که خودت میشنوی و تمپو را یا ضربه به هر تمپویی که میشنوی، باز دوباره او را دیگه دمی مدت 4 دفعه خودت ایره در مغز خود ثبت کردی و حالا دوباره رو تکرار میکنی و میبینی خودت تست میکنی و تمرین میکنی، میبینی که آیا با ضرب آشنایی پیدا کردی یا نه. مثلا من ایره یک تمرین میکنم حالا فعلا. خب 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. این رقمی تمرین میکنین و خوبتر است که ایره ای بیتر است. در شروع کار بیتر است که ایره امین جوانیم. با شما که ما بر تمرین حداقل بر امیال ما امیر پندولیم استفاده میکنم و شما اگر که باز خواستین هر چیزی که میخواین استفاده کنین. خب ما حالا دوباره ای آپشن ریتم ترینر آف میکنم و میریم ما به قسمت میریم اینجا. خب اینجا در پرکتیس مود در بسیار یک آپشن جالب است برای تمرین و این قسمتش در شروع کار شما از این قسمت میتونین که استفاده کنین، تمرین کنین و اتوماتور قسمت در آپشن اتوماتورش ساده تر است نظر به وارم اپ. اینجا چی معنا داره؟ این معنا داره که خب شما اول اینجا استارت تمپو اینجا را ما 60 انتخاب کنین. شما میتونین زیادش کنین، کمش کنین، این کلش انتخاب داره از خود که شما هر چیزی که میخواین به هر تمپویی که میخواین میتونین که تمرین کنین و انتخاب کنین. خب ما انتخاب کردیم مثلا که استارت تمپوی ما 60 باشه، یعنی این اینجا در ظرف 1 دقیقه 60 تا ضرب من انتخاب کردیم. اینمی تمپو رو انتخاب کردیم و باز ما این استارت است، شروع تمرین است و این آخر تمرین است. این اصلا چی است؟ تمرین چی است؟ این تمرین از این است که آیا ما میتونیم که در یک آهنگ مثلا یک آهنگ یک دفعه ریتم آهسته می باشه، پسان بلند میشه، یا ریتما در یک آستایی یک
چیز است، یک تمپوز در قسمت دیگیش انتریش بلند میشه یا مو تو در این قسمت بلند میشه. یعنی این اصلا برازی است که بازم امی اس ریتم در بدن ما، در مغز ما رشد بکنه، ما اس ریتم پیدا کنیم. خب اینجا انتخاب کنیم مثلا 60 در شروع و آهسته زیاد میشه، اما مکسیموم میشه 164 ما انتخاب کنیم. خب این 10 چی معنا داره؟ 10 معنا داره در بالایش 2 نقطه داره، این 1 ثانیه است، 10 ثانیه است. خب میگیم که every یعنی در هر 10 ثانیه 15 تا بیت یا ضرب اضافه میشه در 60 ما. مثلا در 10 ثانیه اول امو 60 تمپوی ماست، اما در 10 ثانیه بعد 15 ضرب اضافه میشه، یعنی ضرب ما تمپوی ما تیزتر میشه. این میشه 75. باز بعد از او باز 10 ثانیه بعد باز 15 دیگه بالا میشه، باز میشه 90. این همون تو اضافهش نمیره تا که 164 تمپوی ما میرسه. حالا ما یک دفعه تمرین میکنیم. آمین. خب حالا ما ایره استارت میکنیم. 1 2 1 2. شما ببینید که اینجا 60 است، اون شروع تمپوی ما 60 بود و اینجا برای ما آمده که ما 37 تا بار داریم. بار گفتم براتون پیشتر که چی است و تایم هم میگه که اینقدر ما وقت داریم. خب حالا شما میبینید که از بعد از 10 ثانیه 90 شد، از 60 در 90 آمد، یعنی ما تیزتر باید تمرین کنیم. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. اینا باز 105 است تمپوش، دیدین کنه 120 شد. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2. حالا میبینین که و در اینجا خوب گوش خدا آدم باید متوجه بسازه که اکسنت در کجا است، که در سم و سرعت میبینین که 150 شد، زیادتر شده میره. زمان هم میبینین که خلا شد. این حالی برای سرعت 164 سرعت آخری که شما انتخاب کردین. هر چقدر تمرینی که هر چقدر وقتی که شما میخواین اما تمرین کنین، یعنی وقت او ما تعیین نکرده بودیم. ما که میبینم تا حال ما دیگه تقریبا کل چیز اینجا دیدیم و امیدوار هستم دوستای عزیز که این ویدیو برای شما جالب بوده باشه، آموزنده بوده باشه. اگر سوال داشتین لطفاً کامنت های خود به زیر ویدیو حتما برای ما ارسال کنین. ما به زودترین فرصت به جوابشان خواهد پرداختم و اگر که ویدیو خوشتان آمد لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نکنین تا که این چینل بتونه رشد کنه و ما همونطور ویدیوهای از این که خوبتر به خدمت شما قرار بدم. این بود پروگرام امروز ما دوستای عزیز. یادتان نره که حداقل نیم ساعت در روز همونطور یک تمرین ریتم انسان میتونه که بیدار بسازه و ما کسایی رو میشناسم که سالها هستن با موسیقی سر کار دارن اما مشکل دارن. حتی خود من که من یک شاگرد هستم که من سالهاست کار میکنم اما بازم ما مشکل دارم با ریتم و موزیسین های بسیار بزرگ دنیا هستن که با ریتم مشکل دارن. یعنی کار آسان نیست و این دقت و ظرافت بسیار زیاد میخواه و اصلا اس ریتم میخواه. تمرین ریتم بسیار ضروری است و یکی از اساسی ترین رکن موسیقی می باشه. اگر کسی بسیار بسر بخونه اما ریتمش درست نباشه آهنگش اصلا قابل شنیدن نیست. این بود موضوع امروز. امیدوار هستم که شما را هفته دیگه همچنان با خود داشته باشم. فعلا شما را به خدا میسپارم و تا هفته دیگر که در خدمتتان بخیر حاضر میشم. خداحافظ.